سلام، اینجا اندیشه پارسیانه. گفتیم فعلا توی آلمانی به 2 دسته تقسیم میشن: با قاعده و بی قاعده. گروه فعلای با قاعده رو فهمیدیم که چجوری باید صرف بکنیم. یه فرمول داره که باید اون رو یاد بگیریم که برای هر ضمیری چه اندونگی استفاده میکنیم. مثلا برای ایش ا میاد، برای دو است میاد و بقیه ضمایر. حالا میخوایم صرف فعلای بیقاعده رو یاد بگیریم. Wie können wir die Konjugation von unregelmäßige Verben lernen? چجوری میتونیم صرف فعلای بیقاعده رو یاد بگیریم؟ Wir müssen das auswendig lernen. باید حفظشون کنیم. میخوایم صرف فعل sprechen رو یاد بگیریم. sprechen یه فعل بیقاعده است. صحبت کردن. Ich spreche. Du sprichst. Sie es spricht. Wir sprechen. Ihr spricht. Und sie formell und sie plural sprechen. خوشحال میشیم ویدیوهای ما رو دنبال کنید. Tschüss, auf Wiedersehen.